با سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی، سران امارت اسلامی تعهد سپردن که ما حکومت همه شمول را تشکیل میتیم که همه مردم و اقوام ساکن در این سرزمین خود را به اون نظام ببیند. ولی متاسفانه با روی کار آمدن کابینه جدید را که اینا اعلان کردن و تا به امروز که بیش از دو ماه از تشکیل حکومت امارت اسلامی میگذره، ولی متاسفانه که حکومت همه شمول در افغانستان شکل نگرفته است و تنها کسانی که در رأس قدرت هستند و حکومت هستند اما افراد امارت اسلامی وابسته به امارت اسلامی همه هستند. بنابراین امارت اسلامی اگر خواهان یک حکومت اسلامی هستند و خواهان حکومتی هستند که به او همه اقوام ساکن در کشور خود را به اون نظام ببیند، یک حکومت همه شمول بر اساس واقعی و واقعیت آن شکل بگیرد در افغانستان، بنابراین از همه جوانان نخبه‌ای که در این کشور ترک وطن نکردند، فرار نکردند، در 20 سال در نظام جمهوریت هم اکثریت از جوانای تحصیل کرده ما مورد توهین قرار گرفتند، تحقیر قرار گرفتند، برایشان وظیفه داده نشدند که شما بیشتر در جریان هستید. بنابراین خواستی ما از امارت اسلامی هست که یک حکومت همه شمول را شکل بدن و همه مردم و نسل جوان تحصیل کرده خود را به اون نظام و در بدله ادارات دولتی و حکومت باید ببیند. و از طرف دیگر امارت اسلامی دایه‌دار حکومت اسلامی هست، یعنی میگن که ما حکومت اسلامی رو شکل میتیم. در حکومت اسلامی اینا باید کار رو انجام بده که همه مذاهب اسلامی در اونجا نقش داشته باشه و به رسمیت شناخته شده باشه و همچنان موضع‌گیری را که شورای علمای شیعه افغانستان داشتند در رابطه با رسمیت مذهب جعفری، بنابراین ما هم حمایت خود را از شورای علمای شیعه افغانستان اعلان میکنیم به دلیل اینی که بیش از 9 میلیون شیعه در این سرزمین زندگی میکند. نمیشود که 9 میلیون شیعه را نادیده گرفت. 20 سال گذشته نیست این کشور جنگ و ناامنی را پشت سر گذاشته و تازه آتش جنگ در این کشور خاموش شده است. کشور پس از جنگ به کار و بازسازی جدی نیاز دارد و باید مردمان آنان شب و روز کار کند تا سرزمین خسته از جنگ را آباد سازد. امارت اسلامی به عنوان حکومت در این کشور باید برنامه منظم و دقیق برای آبادی و بازسازی افغانستان داشته باشد. ادارات دولتی باید مانند گذشته به فعالیت‌هایشان ادامه بدهد و روزانه 8 ساعت برای مردم کار کند. ادارات دولتی باید مانند گذشته به فعالیت‌هایشان ادامه دهد و 8 ساعت برای مردم کار کند. ادارات دولتی باید فعال شدن شمار از ادارات آن هم روزانه 4 ساعت نمیتواند پاسخگوی نیازهای مردم افغانستان باشد، زیرا ادارات دولتی مسئولیت دارد به عنوان نهادهای خدمتگزار مردم به فعالیت‌هایشان روزانه 8 ساعت و با برنامه و پلان مشخص به پیش ببرد و وضعیت را هر چه زودتر به حالت عادی برگرداند. با روی کار آمدن امارت اسلامی روند توزیع تذکره‌های برقی متوقف شده و مردم ما و تعدادی از مردم ما سند و هویت خویش را در میدان هوایی از دست داده و مفقود گردیده که بزرگترین چالش را برای مردم ما به بار آورده. بنابراین از امارت اسلامی می‌خواهیم هرچه عاجل همه سایت‌ها باز و روند تذکره‌های برقی را از سر گرفته شود. در این مدت کارهایی برای حکومتداری صورت گرفته که بسنده نبوده و نیاز است تا کارهای بیشتری صورت بگیرد. مردم، نهادهای مدنی و سیاسی حق دارند در جریان کار امارت اسلامی افغانستان از آنها حمایت و یا انتقاد کنند. در هر کشور نظام امنیت و امرار معیشت شهروندان از اولویت‌های اساسی است که در امارت اسلامی افغانستان این مشکل هنوز وجود دارد. در حال حاضر فقط جنگ ختم شده است، اما امنیت به گونه‌ای که باید در کشور باشد نیست. از سوی دیگر حملات انتحاری و انفجاری هنوز هم از مردم قربانی می‌گیرد، مخصوصاً حملات انتحاری بزرگی که در مساجد اهل تشیع در قندوز و قندهار صورت گرفت که صدها تن را جانشان را گرفتند و صدها تن را زخمی ساختند.
ما این جنایت غیر انسانی و ضد بشری را که در هیچ دینی و آیینی جواز ندارد و از نظر دین مقدس اسلام کشتن افراد بیگناه، مخصوصا کسی که در خانه خدا عبادت میکنند و مشغول عبادت هستند، حرام و به شدت محکوم است. کشتن یک فرد بیگناه برابر با کشتن تمام انسان ها است. امارت اسلامی به عنوان حکومتی بر سر اقتدار مسئولیت دارد از جان و مال همه شهروندان حفاظت کند و در صورتی که به چنین هدف موفق نشوند، این کار یک ناکامی برای امارت اسلامی به شمار می رود و به آبروی حکومت در داخل و خارج از کشور برمیخورد. از سوی دیگر بیکاری و فقر در کشور در اوج خود رسیده و بسیاری از خانواده ها نان شب و روز خود را ندارند. دوام این وضعیت در زمستان برای مردم افغانستان فاجعه بار خواهد بود و پیامدهای ناگواری به همراه خواهد داشت. امارت اسلامی افغانستان در راستای تامین نیازهای اولیه مردم و ایجاد کار و اشتغال باید تلاش‌های جدی نماید. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.